سلام دوستان، وقت بخیر. انشالله هر جا هستین حال دلتون خوش باشه. رضایی هستم، مدیر عامل شرکت مهندسی انبوه‌گستر برج که شرکت ما در بحث اجرای جداسازی لرزه‌ای و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها فعالیت داره. در رابطه با پادکست‌های قبلی که در مورد جداسازی لرزه‌ای یه سری اطلاعات در اختیارتون قرار دادم، امروز می‌خواستم در رابطه با هزینه‌هاشم صحبت کنم خدمتتون. ببینید، هزینه استفاده از جداساز لرزه‌ای برای مقاوم کردن ساختمون یا بهسازی لرزه‌ای در برابر زلزله ساختمون، اگر یه ساختمون از صفر بخواد ساخته بشه و طراحی لرزه‌ای شده باشه، بین 10 تا 15% هزینه اضافه میشه نسبت به کل هزینه ساخته ساختمون. ولی برای ساختمان‌های قدیمی این هزینه حدود 5-6% حتی تا 10% ممکنه افزایش داشته باشه به دلایل شرایط خاصی که داره. حالا بازم اطلاعات بیشتر اگر خواستین میتونین به سایت انبوه‌گستر برج مراجعه بفرمایین. هر سوالی داشتین در خدمتتون هستیم. خدا نگهدارتون.